کارمندی رو از شب قبل وقت نکردی برای بچه‌ها ناهار درست کنی؟ تورا یه باگت بگیر بیا تا بهت بگم چی کار کنی. بفرست واسه نزدیکترین کارمندی که احتیاج داره به این آموزش. مهمترین نکتهش اینه که اصلا نیاز به این نداری که خمیر آماده کنی. فقط کافیه که همه موادش رو مثل من تو خونه داشته باشی و پیجمو فالو کنی. قارچ و فلفل دلمه‌ای تو اسلایس می‌کنی و از هر موادی که دوست داری تو پیتزات باشه استفاده می‌کنی. من از ژامبون استفاده کردم. شکم باگت رو یه جراحی کوچیک می‌کنی، بازش می‌کنی و با وردن حسابی مثل ورقش می‌کنی. کفشو با سس قرمز مرطوب می‌کنی. حواستون باشه اول کفش پنیر پیتزا بریزید برای چسبندگی مواد. بقیه مواد رو به هر ترتیبی که خودتون دوست دارین میتونین روش بریزین و آخرم روش آبیشن. بذارید تو فرن 230 درجه به مدت 17-18 دقیقه. بشمارسا آماده میشه و انقدر ترد و خوشمزه است که فقط دیگه همین رو امتحان می‌کنی. نوش جونتون.